خب بریم چند تا لغت در این باره یاد بگیریم. دندان میشه سان و آرتیکلش میشه دیا سان. دندان ها که جمعشه میشه سنه و آرتیکل جمع ها میدونی میشن دی سنه. بچه دندان پزشک اگر مؤنث باشه یا زن باشه میشه سان ارتستین. در واقع ما میدونیم شغلها مؤنث مذکرشون فرق میکنن و از اونجایی هم که مؤنثه آرتیکلش میشه دی سان ارتستین. حالا اگر مرد باشه یا مذکر باشه میشه سان آرت و آرتیکلش هم از اونجایی که مذکره میشه دیا سان آرت. دندان درد میشه سان شمرتسن. حالا بریم چند تا جمله یاد بگیریم. خب وقتی میخوایم بگیم که من دندان درد دارم میتونیم بگیم ich habe Zahnschmerzen یعنی من دندان درد دارم. Dieser Zahn hier tut weh یعنی این دندون درد میکنه. Dieser Zahn ist abgebrochen یعنی این دندان شکسته. Ich muss den Zahn ziehen یعنی من باید دندون رو بکشم. ziehen اینجا به معنی کشیدن هستش. Ich habe eine Krone verloren یعنی من یک روکش رو گم کردم. من یک روکش دندون رو گم کردم. اینجا کرونه به معنی روکش دندون هستش و فرلوغن گذشته فعل فلیغن به معنی گم کردن یا از دست دادنه. Ich möchte meine Zähne reinigen lassen یعنی میخوام دندانهایم رو جرمگیری کنم. Ich möchte meine Zähne reinigen lassen. Ich möchte ein Zahnimplantat machen lassen. یعنی میخوام یک کاشت دندون انجام بدم. Ich möchte einen Termin bei Zahnarzt ausmachen یعنی میخوام یک وقت با دندون پزشک بگیرم. Ich möchte einen Termin bei Zahnarzt ausmachen. تا اینجا این کار چیزایی رو یاد گرفتیم که ما میتونیم با دندون پزشک بگیم و مشکلمون رو بیان کنیم. حالا چیزهایی که ممکنه مثلا دندون پزشک با ما هم بگه رو بیایم بررسی کنیم. مثلا میتونیم بگه haben Sie einen vorherigen Termin یعنی وقت قبلی داشتین یا قرار قبلی داشتین. Haben Sie einen vorherigen Termin? Sie müssen das Formular ausfüllen یعنی باید این فرم رو پر کنین. Sie müssen das Formular ausfüllen باید این فرم رو پر کنین. اینا در واقع این دو تا جمله جملاتی بودن که منشی بیشتر میگه. حالا خود مثلا دندون پزشک میتونه بگه ich muss den Zahn ziehen یعنی من دندون رو بکشم. Ich muss den Zahn ziehen یا میتونه بگه ich muss den Zahn füllen یعنی باید دندون رو پر کنم. Sie brauchen eine Krone یعنی به یک روکش نیاز داریم. Sie brauchen eine Krone به یک روکش نیاز داریم. Bitte 2 Stunden nichts essen یعنی برای 2 ساعت چیزی نخورین لطفاً. Bitte 2 Stunden nichts essen. این جمله‌ای که الان میخوام بگم بیشتر به درد کسایی میخوره که ترس از سوزن دارن مثل خودم. Geben Sie mir bitte keine Spritze یعنی لطفاً آمپول نزنین یا به من آمپول ندین. شپریتزه به معنی تزریق هستش. یا حالا برعکسش کسایی هستن که آمپول رو به قرص و اینا ترجیح میدن میتونن بگن geben Sie mir bitte eine Spritze یعنی لطفاً